اگه شما هم 2,900,000,000 داشتید و نمیدونستین چجوری برینید توش، بیاید اینجا دوره هم کار اداریشو میکنیم. البته این دوستمون دقیقا میدونست چی میخواد، چون یه سیستم گیمینگ خیلی خوب با 290 میلیون جمع کرده. البته یه حسی دارم راجع به این کیسه، نمیدونم چرا منو یاد اسکارلت جوهانسون میندازه. تنها کسی که بعد مرلی مونرو تونست مرزای جذابیت رو جابجا کنه. واقعا هر آنچه حوریان دارن ایشون بیشترشو داره. آقا برگردیم به بحث خودمون. یهو خیلی به بهشت برای نزدیک شدین؟ نه، ایشالله قسمت همه. شما لیست قطعات رو نگاه کن، با لبات بازی میکنه. 5070 تی تاف، مادربرد X870 تاف، مانیتور 27 اینچ تاف، یه رایزن 9 9900 X، 32 گیگ رم کورسر 6400 اکسپو، 2 ترا M2 سامسونگ، پاور 850 گل کولر مستر و کیس ایسوس آسیو 1 پلاس.